پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول عمرشون یک بار حج کردن به نام حجة الوداع. حجة الوداع و گفتیم دیو موضوع ما درباره حج هست و در این باره باید ما شما صحبت کنیم. برای چی رو حجة الوداع میگویم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا حدیث ثابت است که گفت که لعلی لا القاکم بعد عامکم هذا، یعنی شاید من سالهای بعدی دیگر شما را ملاقات نکنم، بنابراین این حجة الوداع شد. یعنی پیغمبر اصحاب کرام را وداع گفتند، امت مسلمه امت مؤمنین را وداع گفتند در اون حج. با 10,000 صحابه با 9 همسرش یک بار حج فرضی کردند. با اتفاق علمای مسلمین اون در 10 هجری بود، در سال 10 هجری و 4 عمره کردن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. همه عمره هاش قبل از این حج فرضی بودن و هر 4 عمره ها در ماه ذوالقعده، یعنی پیش از ماه ذوالحجه صورت گرفتگی هستند، در اون ماه ذوالقعده بودن. و چیزهایی که در اینجا باید گفت، شما ببینید هر یک عملی که برای بندگان خدا در اسلام مشروع می شود، دو ذات قول اونها شریعت است، یکی خدا و دیگر رسول صلی الله علیه و سلم است. و خداوند میگوید که برای اونانی که حج میکنن اتیم الحج والعمره لله، یعنی حج و عمره رو از برای خدا شما انجام بدهید. علما میگن لله، همین لفظ رو خداوند در قرآن نه در روزه استفاده میکند، نه در زکات استفاده میکند، نه در نماز استفاده میکند، خاص حج میکند. چون که حاجی ها از خانه خود هجرت میکنند به یک ملک دیگره، با یک سرزمین واد غیر ذی زرع. خداوند میگوید که یک وادیه که هیچ زراعت در اونجا نیست، یعنی هیچ درخت سبز در اونجا نیست، همه سنگ و سفال هستند، جز آب زمزم دیگر در اونجا آب نیست. در اونجا سفر میکنن و از اونجا بنابراین عبادت های بدنی داره مثل نماز، عبادت های مثلا روزه، عبادت های مالی داره مثل زکات و حج. عبادت هست، عبادت مالی و بدنی. بدن انسان از اینجا انتقال میکند به اون مکه مکرمه، از اونجا به مینا، از مینا به عرفات، از عرفات به مزدلفه. برای همین میگه اتیم الحج والعمره لله، یعنی درباره انجام دادن این دو عمل، ادای حج و عمره، شما چیکار بکنید؟ شما لله، یعنی اخلاص را مد نظر بگیرید. علما میگویند این تعبیر خاص برای حج استفاده شد در قرآن به خاطر اینکه بنده در این عمل با اخلاص باید باشد. و حدیثی ثابته که در این اعمال که حاجی چی اجر و پاداش دارد وقتی که طواف خانه خدا میکند، وقتی 2 رکعت نماز در مقام ابراهیم میخواند، وقتی صفا و مروه میکند، وقتی سرش را میتراشد، یعنی رمی جمرات میکند، سنگ با شیطان ها را میزند و در عرفات در اونجا میرود دعا میکند و طواف آخران فرضی را میاد انجام میدهد. از دیدگاه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما ما بیان میکنیم که بسا اعمال با فضیلت و بالای هست حج انجام دادن در راه خدا. برادران عزیز، و آن حدیثی که من گفتم برای شما برسانم حدیثی صحیح و ثابت است. در اونجا حکمت های این اعمال را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت میکند. عبدالله ابن عمر میگوید که یک روز من با پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد مینا نشسته بودیم و 2 مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدن. یکی از قبیله انصار بود و دیگر از قبیله ثقیف. میگه اینها پیش پیامبر خدا اومدن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو گفتن ما سوال داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این از نشانه های نبوت هست که اونها معلم دین امت اسلام یعنی جهان بشری هستند، اونها دارای معجزه هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر روایت میکند که با هر دی اونها گفت که آیا من شما را خبر کنم با آن سوالی که شما میخواهید از من بپرسید، یا اینکه شما خودتان اون سوال را از من میپرسید؟ میگه اینه که از قبیله انصار بود، اون بنی ثقیف را گفت که اونی که از قبیله ثقیف بود گفت بپرس. پیامبر صلی الله علیه و سلم را اون مرد از بنی ثقیف
از قبیله ثقیف گفت که نه خودت جواب بده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله را گفت که شما خبر کنید، یعنی اخبرنا یا محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها را گفت که شما از این که از خانه‌تون برآمدین به مکه آمدین، شما سوال کردنی هستین که آیا ما چی اجر گرفتیم، یعنی در این راه چی اجر گرفتیم با آمدنمان به سوی خانه خدا برای حج، و آیا ما طواف میکنیم، 2 رکعت نماز بعدی طواف میکنیم، در اون 2 رکعت برای ما چی چیز هست، ما دارای چی اجر و پاداش ثوابی هستیم. و شما سوال میکنید درباره طوافتون در صفا و مروه که بعدی صفا و مروه انجام ما چی اجر و پاداش میگیریم. و شما سوال کردنی هستید درباره اون سنگ هایی که شیطان رو میزنید چه اجر و پاداش میگیرید. و شما سوال کردنی هستید در وقوفتان بر عرفه عشی العرفه، یعنی اون بیگاهی که در عرفه میستید در اونجا چه اجر و پاداشی برای شما هست. و شما سوال کردنی هستید که وقتی موی سرش را حاجی میتراشد در اون چه اجر و پاداشی برای ما هست. از این سوال ها شما پرسیدنی هستید. و بعدا پرسیدنی هستید که طواف فرضی که طواف افاضه گفتیم، در اون طواف برای ما چه اجر و پاداشی است. آیا شما این چنین سوال ها را از من کردنی نیستید؟ اونا گفتن که صدقت یا رسول الله، قسم به الله ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، شما راست گفتید. ما حتما هر دوی ما اتفاق بر همین بود که این گونه سوال ها را و این پاداش و اجری که الله تعالی برای ما گذاشته در این اعمال ها از شما بپرسیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که شما ببینید شطور، یعنی اون راحله، اون سواری که شما سوار شدید، قدمی که برداشت در راه خدا گذشت، به هر قدم گذاشته اون لکم حسنه، برای شما نیکی نوشته شد، و حط عنکم خطیئه، و یک گناه از شما خط زده شد. در روایت دیگر در همین قصه، در همین سوال و جواب پیامبر با این دو مرد میگوید و رفع عنکم درجه، و یک درجه برای شما بلان برداشته شد. در هر قدم اون راحله، یعنی حاجی های سفر میکنند، در هر چرخ زدن ماشین و سواره اونها، در اون هر چیزی که اونها میروند حسنه بر اونها نوشته می شود و گناه از اونها خط زده می شود در راهی که عالی به طرف کعبه دارند می روند. و اون 2 رکعت نمازی که شما میخونید، 2 رکعت نمازی که شما میخونید بعد طواف، عتق من اولاد اسماعیل، یعنی لکم ثواب و عتق، یعنی برای شما ثوابی آزاد کردن غلام از فرزندان اسماعیل علیه السلام نوشته می شود. یعنی اون 2 مرد را پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه جواب دادند و گفتند اون صفا و مروه که شما میکنید برای طواف، یعنی رفتن و سعی کردن میان صفا و مروه شما، خداوند در نامه اعمال شما آزاد کردن 70 رقبه، 70 غلام را گویا آزاد کرده باشد. یعنی به هر رفتن شما 10 غلام نوشته میشه در نامه اعمال شما که شما 70 غلام آزاد کرده باشید وقتی که شما صفا و مروه میکنید. وقتی که شما اون سنگ هایی که شیطان را میزنید، به هر یک سنگ شما یکفر کبیرة موبقه، گناهان کبیره شما از نامه اعمالتان خط زده می شود که مستحق عذاب بودن در روز قیامت. این گونه ثواب دارد. و شما وقتی سرتان را می تراشید، با تراشیدن هر موه از موی سر شما گناه از شما خط زده و ثواب برای شما نوشته می شود و تار هر موی شما. و شما گفتن وقتی در عرفات قرار می گیرید، ینزل الله الى السماء دنیا، الله تعالی به آسمان دنیا می آید
و ملائکه ها شما را همه گرد و بر شما ملائکه ها میگیرند و الله تعالی میگوید که ای ملائکه های من، اینهایی که در عرفات، در این کوه، در این بلندی قرار دارند، به خاطر رحمت من الله جمع شدند. قد غفرت لهم، همه اینها را من بخشیدم. میگوید پیامبر صلی الله علیه وسلم در این جواب این انصاری ها میگوید و اینها گوش میکنند با این حدیث. این حدیث در طبرانی، در کبیر و در بزار این حدیث در ترغیب و ترهیب ذکر می شود و سند این حدیث هم صحیح است. خوش به حال اون حاجیایی که در این مقام و در این سال در اونجا هستند و خدا کند که همه ما در اونجا حاضری پیدا کنیم. و حتی در دوام این حدیث میگوید که من مغفرت کردم آنانی را که در این عرفه به خاطر رحمت من الله جمع شدند و برای آنانی که شفاعت میکنند. بنابراین از حاجی ها دعا طلب میکنند که در عرفات دعا کنند برای ما. حتی میگوید در این حدیث که و آنانی که در این عرفات حاجی ها برای آنها شفاعت میکنند اونها را هم بخشیدم. و میگوید برای اون دو مردی که از انصار و از ثقیف بودند، میگوید و طواف شما بعد از ادای این اعمالی که کردین، طواف خانه خدا میکنید، خداوند ملکی را میفرستد و اون ملک دستش را در کتف این حاجی میگذارد، میگوید اعملوا ما تستقبلون، عمل بکن، صالح عمل کن، اون چی که تو در آینده روبرو میشوی. قد غفر ما مضی، اون چی که در عمرت گذشت همه را خداوند بخشید. این حکمت های اون اعمال حج هستند، اون اجر و پاداش ایام حج هستند. خوش به حال اون کسی که حج میکند و این فریضه الهی را ادا میکند. خدا کند که همه فرزندان ملت اسلام و خصوصا ملت تاجیک ما رو، تاجیکستان عزیز ما رو قدرت پیدا کنند این اعمال رو انجام بدن در حیات زندگی.